درگیری که شب گذشته در ولسوالی پشترود ولایت فراه صورت گرفت، 3 تن از باشنده‌های این ولسوالی زخمی شدند. درگیری میان طالبان و پلیس این ولایت زمان آغاز شد که تعداد از طالبان بالای یک پوسته امنیتی در ولسوالی پشترود حمله کردند. احمد فواد عسکری سخنگوی قماندانی امنیه فراه میگوید این درگیری که 4 ساعت دوام کرد 2 طالب مسلح کشته و 2 پلیس نیز زخمی شدند. شب گذشته ساعت 11 بجه شب یک تعداد از طالبا و یکی از پوسته های امنیتی ولسوالی پشترود حمله نموده بودند که در نتیجه از این زد و خورد تعداد 3 نفر از مردم محل که به کمک پلیس اونجا رسیده بوده و محل حادثه توسط طالبا همین 3 نفر مردم ملکی همو ولسوالی زخمی میشن و به تعداد 2 نفر پلیس ما هم در زد و خورد زخم میشه. در همین حال سخنگوی قماندانی امنیه فراه میگوید موتر پلیس قماندانی امنیه ولسوالی پرچمن این ولایت با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد که منجر به کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن یک تن دیگر گردید. در یک خبر دیگر از این ولایت، در یک درگیری که بین 2 قوم در ولسوالی پشتکوه این ولایت صورت گرفت، 2 تن از طرفین درگیر کشته و یک تن دیگر که فرزند قماندان امنیه ولسوالی پشتکوه میباشد زخمی شده است. موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول در شهر و ولسوالی‌های فراه در اکثریت موارد منجر به درگیری‌های مسلحانه شده است که تلفات جانی را به باشنده‌های این ولایت به بار آورده است.